موضوع در رابطه به اشغال ایالات متحده امریکا شد. آیا یک کشوری که 150,000 لشکر تا دندان مسلح کشور بیاره و زندان هم خودش داشته باشه، نه زندان ها، شبا هم به خانه های هر فرد افغان به نام تروریسم حمله بکنه، چطور است؟ او را میگین که او اشغال نبود؟ هر کسی که اشغال امریکا را توجیه میکنه و بر از او نام میده که ایالات متحده امریکا به بازسازی آمده بود، یک ذره از ایمان به خدا در دل خود نداره. یک ذره از ایمان به خاک، به سرزمین، به تاریخ از ملت نداره. به 800,000 نفر امریکای جنایتکار در افغانستان کشت. حداقل من حیث یک انسان، من حیث یک افغان، یک روز خمیره بگوین که ایالات متحده امریکا در افغانستان جنایت کرد. بله. به این لحاظ وقتی که موارد را مطرح میکنین، حکومت اسلامی حکومت تک قومی نیست، تک سمتی نیست، تک فردی نیست. حکومت اسلامی بر اساس عدالت استوار است. کسانی که چور کردن، چپاول کردن، من لیستش هست، احتراما اینجا نمیگم، ما یک لیست بسیار بزرگ از جنایتکارای نیکتای پوست داره که با فرصتش به ملت خود با مردم خود روبرو میکنیم که جهاد ملت ما بر حق بود، مبارزش بر حق است. اجماع ملی و نظام ملی را در افغانستان خود افغان ها رقم میزند. ما افراطیت هم نمی کنیم. کسایی که برای ایران جاسوسی میکنه، برای پاکستان جاسوسی میکنه، برای امریکا جاسوسی میکنه، لعنتی مردم به سرشان است. در تاریخ ما نجا داره، نه فرزندی ملت است، نه مردم به او احترام خواهد گذاشت.